During his daily scholarly session, Grand Ayatollah Shirazi discussed the ruling of using an inhaler during the holy month of Ramadan. Let's watch the statements of Grand Ayatollah Shirazi. آخه تو از ادله ما کلمه بلعیدن که نداریم. تو ادله داریم یا اکل و شرب یا جایی که عرفاً اکل و شربش نمیگن، مثل یه قطره آب که اجماع و تسالم و ارتکاز هست. از این که گفتن عرفیه. اصحاب عرفه از کجا حرف الخاء آورده؟ کجا عرفیه؟ اما روشن نی، واقعش مسلم نی. لحاظا منم تو ذهنم هست همین جای عروه رو که ایشون فرموده از حرف خا اگر رفت پایین بنابر این غرغره اصلا اشکال داره حاشیه نکرده، اما از نظر علمی فکر میکنم که روشن نی مسئله. صدق عرفی اکل اینه که یه لقمه غذا بخوره. بله بله، این که دلیل نداره. بله ظهور عرفی قبول، اما در باب صوم بالخصوص همه مطلقات منصرف به مصادیق عرفیه الا در مثل صوم که ما ارتکاز داریم، تسالم داریم، اجماع داریم بر اینکه مصداق عرفی لازم نیست، مصداق دقی هم که باشه مفطره در باب صوم. اگر جاهای دیگه ما نمیگیم این را، جاهای دیگه میگیم مطلقات منصرف به مصادیق عرفیه و عرفی نیست. یه قطره آب خوردن نمیگن شربه، عرفن نمیگن، دقیقاً بله شربه است.